نخود و این همه خاصیت؟ سلام، در خدمتتون هستم با طرز تهیه یک نخودآب مقوی. اول یک عدد پیاز رو داخل تابه خرد کنید. حالا 2 پیمانه نخود رو بهش اضافه کنید. زردچوبه 1 پیمانه، روغن 1 قاشق غذاخوری. در حد 1 دقیقه حرارت بدید تا زردچوبه شما بوی خامیش گرفته بشه. حالا بهش کمی فلفل و سیب زمینی و گوشت رو اضافه کنید. البته گوشت رو میتونید اضافه نکنید و در این غذا اصلا گوشت نداشته باشه و گیاهی استفاده کنید. آب جوش رو بهش اضافه کنید. 1 عدد سیر و دارچین اجازه بدید پخته بشه. اگر به هر دلیلی نتونستید آب نفخ نخود رو بگیرید، میتونید به جاش 1 قاشق غذاخوری بهش 4 زیره استفاده کنید تا نفاخ نباشه. سیب زمینی ها رو پوره کنید و به غذا اضافه کنید. این غذا برای تقویت میل جنسی، تقویت عمومی بدن، اگر در دوره نقاهت بیماری هستید و ضعف دارید، این غذا برای شما بسیار مناسبه. اگر به بلغم و سودا دچار هستید و باعث بیماری در بدن شما شده، این غذا برای شما بسیار مفیده. آب نخود بدون گوشت برای درمان سرفه و مشکلات ریوی بسیار مناسبه. نخودآب ما آماده است. نوش جان.